خب به نام خدا سلام. توی این ویدیو میخوایم خیلی سریع روزهای هفته رو به انگلیسی یاد بگیریم. قبل از هر چیزی باید بگم که روزهای هفته توی زبان انگلیسی و توی کشورهای اروپایی و آمریکایی از روز دوشنبه شروع میشه، برخلاف کشور ما که اولین روز هفته شنبه هست. اما ما توی این ویدیو برای آموزش بهتر و یادگیری راحت تر شما از روز شنبه شروع میکنیم. روز شنبه اول هفته به انگلیسی میشه Saturday. شما یک بار با من تکرار کنید. روز یک شنبه Sunday. روز دوشنبه Monday. روز سه شنبه Tuesday. روز چهارشنبه Wednesday. روز پنجشنبه Thursday. و روز جمعه Friday هست. نکته مهم این هست که روزهای هفته باید در جمله با حروف بزرگ شروع بشن، یعنی اولین حرفشون باید کپیتال باشه. و نکته مهمتر این که حرف اضافه روزهای هفته on هست. به این مثال دقت کنید. Jack goes to English class on Tuesdays and Wednesdays. دقت کنید که حرف اضافه on قبل از روزهای هفته اومده. حتما از این نکته ها یادداشت برداری کنید. این ویدیو رو چند بار ببینید. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. امیدوارم که این آموزش برای شما مفید و موثر واقع شده باشه. مرسی.